این اتفاق سال 2015 افتاد. ما یه جایی توی هومه زندگی میکنیم. کیلومترها با دهکده فاصله داریم و هیچ همسایه‌ای هم دور و برمون نیست. واسه همین اینجا اگه ببینیم که یه غریبه دور و بر خونمون پرسه میزنه، خودش به اندازه کافی عجیبه و این دقیقاً چیزیه که برامون اتفاق افتاد. بابام بیرون خونه بود که یه دفعه یه مرد از ناکجا آباد پیدا شد و بهش یه پپسی تعارف کرد. همینجوری یهویی، نه سلامی، نه معرفی، نه توضیح، فقط گفتش که پپسی میخوای؟ بابام بهش گفتش که نه، چون خدا میدونست چی داخل اون پپسی ممکن بود باشه. وقتی گفت نه، مرد از اونجا رفت. چند ساعت بعدش میخواستیم بریم به دهکده. مامانم، بابام و 2 خواهرم و من همگی سوار وانت بابام شدیم تا بریم دهکده و خرید کنیم. بذارید یکم پیش زمینه بهتون بدم. دور تا دور ما با باغ احاطه شده بود. بادوم، پسته، انگور، یعنی از هر طرفی که نگاه کنی همه جا درخت میبینی. بنابراین واسه رفتن به دهکده باید از یه مسیر طولانی شل و گلی که از کنار اون مزرعه ها میگذشت عبور میکردیم. همینجوری که داشتیم میرفتیم از کنار یه چیزی رد شدیم که باعث شد هممون ساکت بشیم. یه ون مشکی. پشت پنجره‌هاش پرده داشت. انگار یکی داشت یه چیزی رو مخفی میکرد و یه بوی ازش میومد که اصلا نمیدونم چطوری توضیحش بدم. یه بوی گندیده و تیز شیمیایی. انقدر گند و بد بود که از چشمامون اشک میومد. مردی که پشت فرمون بود لباس مشکی تنش داشت. با اینکه خورشید داشت غروب میکرد یه عینک دودی مشکی هم زده بود و وقتی برگشت به ما نگاه کرد لبخند زد. نه یه لبخند دوستانه، از اون لبخندایی که بدنتو مورمور میکنه. من هم اونجا فهمیدم که یه چیزی سر جاش نیست و یه جای کار میلنگه. خلاصه رسیدیم به فروشگاه، خریدمونو کردیم و برگشتیم خونه. ولی وقتی ماشینمونو پارک کردیم چشممون به یه چیزی افتاد. رد تازه ی تایر ماشین توی گله افتاده بود، همینطور رد پا. ولی اهمیتی ندادیم. خب کشاورزای زیادی توی باغای اطراف کار میکردن، گفتیم احتمالاً یکیشون از اینجا رد شده. اون شب ناگهان خواهر بزرگم یه چیزی رو توی آسمون دید و بهش اشاره کرد و یه چیز قرمز آبی توی آسمون فلش میزد. دویدیم بیرون و دیدیم که یه هلیکوپتر بالای سرمون داره پرواز میکنه. خیلی برامون عجیب بود. آخه هلیکوپتر توی دهی کوچیک ما چی کار میکنه؟ واقعا نمیفهمیدیم جریان چیه و همونجا وایساده بودیم و توی سکوت رد شدنشو تماشا کردیم. اما صبح روز بعد همه چیز برامون روشن شد. یه چیز خیلی خیلی وحشتناک فهمیدیم. توی اخبار دیدیم که یه جسد توی کانال آب نزدیک خونمون پیدا شده. جسد قطعه قطعه شده بود. انگشتاش قطع شده بودن و چشماش در اومده بودن و وقتی که عکس طرفو نشون داد دیدیم همون مردیه که به بابام پپسی تعارف کرد. اون مردی که همینجور داشت اطراف خونمون میچرخید. اون مرد قربانی بود و قاتلش همون مردی بودش که توی ون مشکی دیدیم. همونی که بهمون لبخند زد. همونی که چند ساعت پیش از کنار ماشینش رد شده بودیم. سکوت وحشتناکی فضای خونمون رو پر کرد. تمام زنگای خطرایی که دیروز بی اهمیت از کنارش رد شدیم یکی یکی توی ذهنمون می اومد. ما توی چشمای قاتل نگاه کرده بودیم ولی بی توجه به راهمون ادامه دادیم.